کاری که به محض ورود به مدینه انجام داد پایه‌گذاری مسجد بود. حتی قبل از ورود به مدینه در اون محله‌ای که مسجد قبا را رسول الله پایه‌ریزی کرد چند روز ایشون بیشتر اینجا ساکن نبودن و موقتی اونجا ساکن بودن، ولی باز هم مسجد قبا رو پایه‌ریزی کرد. مسجد مهم است و بسیار مهم است و از هر چیزی مهمتر هست و کسانی هم که میخواهند مشارکت دیگری داشته باشند، من از همینجا پیغام میدم به این بزرگواران که مسجد جامع خوری خواجه عطا در قسم حمایت از یتیم، در قسم حمایت از بیماران، در قسم حمایت از مدارس به انواع مختلفی که وجود داره، آموزشگاه ها، حمایت از دانشجویان، کارهای فرهنگی، ساماندهی مصائب و مشاکل اجتماعی، همش دست پیش داره و داشته و حتی کارهایی رو انجام داده که من اینجا مجالش نیست که بیام اونها رو بازگو بکنم و بیان بکنم. اونهایی که میخواهند در قسمت دیگری فعالیت بکنن باز هم میتونن